به نام خدا. سلام دوستان عزیزم، وقتتون بخیر باشه. پادکست صدای سکوت امروز رو با کتاب بسیار زیبایی در حوزه روانشناسی موفقیت شروع میکنیم. کتاب 4 اثر از فلورانس اسکاولشین که چاپ 60مش در اختیار من هستش. توسط نشر پیکان در تهران چاپ شده و ترجمه گیتی خوشدل هم هستش. فکر میکنم که این کتاب رو همه خونده باشن، ولی اینقدر زیباست که لازمه هر چند وقت یک بار دوباره سراغ این کتاب بریم و از اول بخونیمش. چاپ 60مش در سال 1386 چاپ شده و من خیلی سال هستش که در کتابخونه‌ام دارم. اما تریت‌های عنوان‌هایی که نوشته شده و خانم فلورانس در موردش صحبت کرده: بازی زندگی و راه این بازی، کلام تو عصای معجزه‌گر توست، در مخفی توفیق و نفوذ کلام. با من همراه باشید که بریم برای کشف این کتاب. اما با مقدمه و پیشگفتار شروع می‌کنیم. درباره نویسنده: خانم فلورانس اسکاولشین، نویسنده امریکایی این کتاب که دیگر در قید حیات نیستند، از یک خانواده قدیمی فیلادلفیایی بود. سالیان سال در مقام هنرمند، نقاش، مشاور، آموزگار ماوراءالطبیعه و خطیب نامی بلند آوازه داشت و با شفا بخشیدن هزاران تن از مردمان در گشودن و حل گره‌ها و مسائل زندگیشان یاوری سترگ بود. کتاب بازی زندگی و راه این بازی برای نخستین بار در سال 1925 انتشار یافت. آثار دیگر او عبارتند از: یک، کلام تو عصای معجزه‌گر توست که در سال 1928 انتشار پیدا کرده، دو، در مخفی توفیق در سال 1940 و سه، نفوذ کلام در سال 1959. پیشگفتار: فلورانس اسکاولشین، نویسنده امریکایی این کتاب، به یک خانواده قدیمی فیلادلفیایی متعلق بود. سالیان بسیار در مقام هنرمند و نقاش و متافیزیسین و خطیب نامی بلند آوازه داشت و با خدمت بزرگ شفا بخشیدن هزاران تن از مردمان را در گشودن گره‌ها و حل مسائل زندگیشان یاری سترگ بود. سالیان سال در نیویورک ماوراءالطبیعه تدریس می‌کرد. افراد بیشماری در کلاس‌هایش شرکت می‌جستند و از این طریق پیام معنویت را به گروهی وسیع می‌رساند. کتاب‌های او نه تنها در امریکا بلکه در خارج نیز کثیرالانتشار بودند و با مهارتی بسیار جای خود را در دورافتاده‌ترین دهکده‌ها یا دورترین شهرهای اروپایی و باور نکردنی‌ترین اماکن جهان باز می‌کردند. هر روز با کسانی مواجه می‌شویم که با خواندن یکی از کتاب‌های خانم فلورانس اسکاولشین حقیقت را دریافتند. بزرگترین راز موفقیتش این بود که همواره خودش بود. ساده و صمیمی و بی تکلف و شوخ‌طبع. هرگز نخواست قراردادی و ادیب معاب یا دارای نفوذی تحمیلی باشد. از این رو هزاران تن که نتوانسته بودند از طریق سنت‌های قدیمی‌تر یا حتی شامختر پیام معنویت را دریابند، یا دست کم در آغاز راه کتاب‌های متعارف مابعدالطبیعه برایشان چندان جذابیتی نداشت، به او پناه می‌آوردند. هرچند بسیار معنوی و روحانی بود، معمولاً معنویت و روحانیتش در پس برخورد ساده و راحت با موضوع مورد بحث پنهان می‌شد. گرایش فنی و فرهنگستانی نداشت و با مثال‌های آشنا و عملی و روزمره آموزش می‌داد. پیش از آن که آموزگار حقیقت شود، برای کتاب‌ها نقاشی می‌کرد. امت فاکس. فصل اول: بازی زندگی و راه این بازی. بیشتر مردم زندگی را پیکار می‌انگارند، اما زندگی پیکار نیست، بازی است. هرچند بدون آگاهی از قانون معنویت نمی‌توان در این بازی برنده شد و پیروز بود. و عهد عتیق و عهد جدید با وضوحی شگفت‌انگیز قواعد این بازی را بیان می‌کنند.
عیسی مسیح آموخت که زندگی بازی بزرگ داد و ستد است. زیرا آنچه آدمی بکارد همان را درو خواهد کرد. یعنی هر آنچه از آدمی در سخن با عمل آشکار شود یا بروز کند به خود او باز خواهد گشت و هرچه بدهد باز خواهد گرفت. اگر نفرت بورزد نفرت به او باز خواهد آمد و اگر عشق ببخشد عشق خواهد ستاند. اگر انتقاد کند از او انتقاد خواهد شد، اگر دروغ بگوید به او دروغ خواهند گفت و اگر تقلب کند به او حقه خواهند زد. همچنین به ما آموختند که قوه تخیل در بازی زندگی نقشی عمده دارد. دل یا خیال خود را به تمامی نگاه دار، زیرا سرچشمه حیات از آن است. هر آنچه آدمی در خیال خود تصویر کند دیر یا زود در زندگیش نمایان می شود. مردی را می شناسم که از مرضی معین که بسیار نادر بود می ترسید. اما آنقدر به آن مرض اندیشید و درباره‌اش مطالعه کرد که آن بیماری آشکارا بدنش را فرا گرفت و مرد. در واقع قربانی خیال پردازی خود شد. برای پیروزی در بازی زندگی باید نیروی خیالمان را آموزش دهیم. کسی که به قوه تخیل خود آموخته باشد که تنها نیکی را تصویر کند و ببیند خواهد توانست به همه مرادهای به حق دلش، خواه سلامت و خواه ثروت و خواه محبت و خواه دوستی و خواه بیان کامل نفس و یا هر آرمان بزرگ دیگر برسد. تخیل را قیچی ذهن خواندند. این قیچی شبانه روز در حال بریدن تصاویر است. آدمی در ذهن خود تصاویری می‌بیند و دیر یا زود در دنیای بیرون با آفریده‌های ذهنش رویارو می‌شود. برای آموزش موفقیت‌آمیز نیروی خیال باید کار ذهن را شناخت. یونانیان قدیم می‌گفتند خود را بشناس. ذهن 3 بخش دارد: نیمه هوشیار، هوشیار و هوشیاری برتر. ذهن نیمه هوشیار چون بخار یا برق قدرت مطلق است و بدون مسیر و جهت. هر فرمانی به آن بدهند همان را انجام می‌دهد و توان فهم و استنباط ندارد. هر آنچه آدمی عمیقاً احساس یا به روشنی مجسم کند بر ذهن نیمه هوشیار اثر می‌گذارد و مو به مو در صحنه زندگی ظاهر می‌شود. زنی را می‌شناسم که در کودکی همیشه وانمود می‌کرد که بیوه است. سراپا سیاه می‌پوشید و توری بلند و سیاه بر سر می‌نهاد. اطرافیانش تصور می‌کردند که بسیار باهوش و بانمک است. تا اینکه کودک بزرگ شد و با مردی عروسی کرد که از جان و دل دوستش می‌داشت. اما چندی نگذشت که شوهرش مرد و زن سالیان سال لباس سیاه به تن کرد و تور سیاه بر سر گذاشت. تصویر خودش به صورت یک بیوه زن بر ذهن نیمه هوشیارش اثر گذاشته بود و به رغم مصیبت جانکاهی که به بار آورد به وقت خود به عینیت درآمد. ذهن هوشیار را ذهن نفسانی یا فانی خواندند. ذهن هوشیار ذهن بشری است و زندگی را به همان شکلی که به نظر می‌رسد می‌بیند. ذهن هوشیار مرگ و بلا و بیماری و فقر و تنگنا را مشاهده می‌کند و بر ذهن نیمه هوشیار اثر می‌گذارد. هوشیاری برتر یعنی آن ذهن الهی که درون هر انسان است و قلمرو آرمان‌های عالی و عرصه طرح الهی. زیرا هر انسانی صاحب طرح الهی است که افلاطون آن را الگوی کامل خوانده است. جایی هست که جز تو هیچ کس نمیتواند آن را پر کند. کاری هست که جز تو هیچ کس قادر به انجامش نیست. این طرح در هوشیاری برتر انسان دارای تصویری است در نهایت کمال که معمولاً به صورت آرمانی دست نیافتنی یا آرزویی چنان رویایی که محال است برآورده شود در ذهن هوشیار جلوه می‌کند. همانا این تقدیر یا غایت راستین آدمی است که از جانب خرد لایتناهی درون خود او بر او جلوه کرده است. اما بسیاری از مردم بیخبر از غایات یا تقدیر راستین خود
برای چیزها و اوضاعی می‌کوشند که از آن آنها نیست و اگر به دست آیند جز شکست و ناخشنودی حاصلی به بار نخواهند آورد. مثلا زنی نزدم آمد تا برایش شفاعت کنم که با مردی معین که به او دل باخته بود ازدواج کند. به زن گفتم که این نوع درخواست برخلاف قانون معنویت است، اما شفاعت می کنم با کسی که خدا برایت می خواهد و اراده می کند ازدواج کنی. آنگاه افسودم اگر الف ب بنا به حق الهی از آن تو باشد نمی توانی او را از دست بدهی، اگر نه همترازش را به دست خواهی آورد. اغلب الف ب را میدید، اما در رابطه آنها بهبودی حاصل نشده بود، تا اینکه یک روز عصر به من تلفن کرد و گفت میدانی که در سراسر هفته گذشته الف ب به نظرم موجود جالب توجهی نیامده. گفتم شاید او خواست خدا نیست و شوهر آینده‌ات مرد دیگری باشد. چندی نگذشت که مردی به یک دیدار به او دل باخت و او را زن دلخواه خود خواند و آنچه را که همیشه آرزو کرده بود از الف ب بشنود به او گفت. زن گفت همه حرفهایش صمیمانه و بی‌ریا بود. بیدرنگ عشق او را پذیرفت و توجهش را به الف ب از دست داد. این نمایانگر قانون جایگزینی است. اندیشه‌ای درست جانشین اندیشه‌ای نادرست شد. از این رو قربانی یا خسرانی در کار نبود. عیسی مسیح گفت اول ملکوت خدا و عدالت او را بطلبید که این همه برای شما مزید خواهد شد. و افزود که این ملکوت در باطن خود انسان است. ملکوت عرصه آرمان‌های درست یا الگوی الهی است. عیسی مسیح به ما آموخت که در بازی زندگی کلام نقشی تعیین کننده دارد. از سخنان خود عادل شمرده خواهی شد و از سخنهای تو بر تو حکم خواهد شد. چه بسیارند کسانی که با کلام کاهلانه خود به زندگیشان مصیبت فراخواندند. مثلا روزی زنی از من پرسید چرا زندگیش دستخوش فقر و تنگدستی شده است. روزگاری خانه و کاشانه‌ای داشت و صاحب زیباترین اشیا و مال و مکنت فراوان بود. دریافتیم که او همواره خسته از اداره خانه و زندگی یک ریز می گفته است دیگر از همه چیز به تنگ آمدم. کی می شود در یک لانه زندگی کنم؟ و افسود خب اکنون نیز در یک لانه زندگی می کنم. پس با کلام خود برای خود لانه ای ساخته بود. ذهن نیمه هوشیار حس شوخ طبعی ندارد و مردم اغلب با شوخی‌هایشان تجربه‌های ناخوشایند برای خود می‌آفرینند. مثلا زنی ثروتمند مدام به شوخی میگفت دارم خودم را برای زندگی در خانه مساکین آماده می‌کنم. با تصویر نقش تنگدستی و تهیدستی بر ذهن نیمه هوشیار چند سالی نیز نگذشت که کارش به همانجا کشید. خوشبختانه این قانون در هر دو جهت کار می‌کند. یعنی می‌توان فقر را نیز به ثروت بدل کرد. مثلا یک روز داغ تابستان زنی نزدم آمد که شفاعتی کنم تا توانگر شود. گفت که در تمام دنیا $8 بیشتر ندارد. گفتم خیلی هم عالی است. ما به این $8 برکت خواهیم داد تا چندین و چند برابر شود. همانطور که عیسی مسیح نانها و ماهیها را برکت داد و هزاران برابر کرد. عیسی مسیح به ما آموخت که همه انسانها از قدرت برکت دادن و فزونی بخشیدن و شفا دادن و توانگر ساختن بهره مندند. زن پرسید حالا چه باید بکنم؟ گفتم از شهود پیروی کن. به دلت افتاده که چه کار کنی یا کجا بروی؟ شهود یعنی الهام یا دریافت هدایت مستقیم از باطن. شهود راهنمای لغزش ناپذیر انسان است و در یکی از فصل‌های بعدی به تفصیل به قوانین آن خواهیم پرداخت. زن پاسخ داد زیاد مطمئن نیستم، اما انگار به دلم افتاده که به خانه بروم. آنقدر پول همراه هم هست که بتوانم کرایه ماشین را بدهم. خانه‌اش در شهری دور بود و سر و وضعی فقیرانه داشت. ذهن استدلالی یا عقل میگفت در همین نیویورک بمان و کاری برای خود دست و پا کن و پولی گیر بیاور. گفتم پس فوری به خانه برو. هرگز از آنچه به دلت میافتد سرپیچی نکن. و در حضور خودش این کلام را بر زبان آوردم که جان لایتناهی
راه فراوانی و دولتمندی را بر این زن بگشاد، زیرا او مغناطیسی است مقاومت ناپذیر در برابر همه چیزهایی که حق الهی اوست. گفتم خودش هم پیاپی این جمله را تکرار کند. او بیدرنگ به خانه رفت. یک روز که رفته بود به خانمی سر بزند، به یکی از دوستان قدیمی خانوادگیش برخورد و از طریق این دوست به طرزی معجزه‌آسا هزاران دلار به دست آورد. این زن بارها به من گفته است درباره زنی که با $8 و یک الهام قلبی نزد تو آمد به مردم بگو. وفور نعمت همواره بر سر راه انسان است، اما از طریق آرزو، ایمان یا کلام به زبان آمده میتواند نمایان شود. عیسی مسیح آشکارا گفته است که نخستین حرکت را انسان باید انجام دهد. بخواهید که به شما داده خواهد شد، بطلبید که خواهید یافت، بکوبید که برای شما باز کرده خواهد شد. انجیل متی. در کتاب مقدس می‌خوانیم هر که خواند دریافت کند. خرد لایتناهی همواره آماده است که کوچکترین یا بزرگترین آرزوی انسان را برآورد. هر آرزویی خواه به زبان آمده و خواه نهفته در دل یک استدعاست و چه بسیار همه ما از برآورده شدن ناگهانی آرزویی حیرت کردیم. مثلا عید پاک با دیدن رزهای زیبا پشت ویترین گلفروشی ها آرزو کردم ای کاش به من نیز یکی از آنها داده شود. در یک آن این تصویر از برابر چشمم گذشت که یک بوته رز را به خانه‌ام آوردند. سرانجام عید پاک آمد، آن هم با یک بوته رز زیبا. فردای آن روز از دوستم تشکر کردم و به او گفتم که گل رزها دقیقاً همانی بود که آرزویش را داشتم. دوستم پاسخ داد اما من که برایت رز نفرستادم، زنبق فرستادم. گلفروش اشتباهاً برایم رز فرستاده بود، تنها به این دلیل که من عمل کردن به قانون را آغاز کرده بودم. پس به ناچار باید صاحب بوته رز می شدم. جز تردید و هراس هیچ چیز نمیتواند میان انسان و بزرگترین آرمانها یا مرادهای دلش فاصله ایجاد کند. به محض اینکه آدمی بتواند به هیچ دلهره‌ای آرزو کند، هر آرزویی بیدرنگ برآورده خواهد شد. دلیل علمی این مسئله و چگونگی زدودن ترس از هوشیاری را در یکی از فصل‌های بعدی به تفصیل توضیح خواهم داد. ترس تنها دشمن آدمی است. ترس از تنگدستی، ترس از شکست، ترس از بیماری، ترس از دست دادن و احساس ناایمنی برای هر مسئله. عیسی مسیح گفت ای کم ایمانان، چرا ترسان هستید؟ پس باید ایمان را جانشین ترس کنید، زیرا ترس ایمان وارونه است. ترس یعنی ایمان به شر به جای ایمان به خیر. هدف بازی زندگی این است که آدمی به روشنی خیر و صلاح خود را ببیند و هرچه تصویر شر را از ذهن بزداید. برای رسیدن به این هدف باید با مشاهده خیر و نیکی بر ذهن نیمه هوشیار اثر گذارد. مردی هوشمند و موفق به من گفت که با خواندن نوشته‌ای که بر دیوار اتاقی آویخته بود، ناگهان همه هراس‌هایش از میان رفت. مضمون آن تابلو چنین بود: چرا نگران باشی؟ شاید هرگز پیش نیاید. این کلمات چنان محو ناشدنی بر ذهن نیمه هوشیار او نقش بست که اکنون معتقد است که تنها خیر و نیکی میتواند به زندگیش راه یابد. از این رو جز خیر و نیکی نیز پیش نمیآید. در یکی از فصل‌های بعد از شیوه‌های گوناگون تأثیر بر ذهن نیمه هوشیار گفتگو خواهیم کرد. ذهن نیمه هوشیار غلام نیک امین انسان است، اما باید دقت کنیم تا دستورهای درست به آن بدهیم. همواره شنونده خاموش ذهن نیمه هوشیار آدمی در کنار او ایستاده است. هر کلام یا اندیشه‌ای بر ذهن نیمه هوشیار اثر می‌گذارد و با دقتی حیرت‌آور به عینیت درمی‌آید. درست مانند ضبط صدای خواننده‌ای بر صفحه حساس گرامافون که هر آوا و هر لحن و حتی سرفه یا مکث او نیز ضبط می‌شود. پس بیایید
تا همه آن صفحه‌های کهنه نامطلوب و آن صفحه‌های زندگی را که دیگر میل نداریم نگه داریم در ذهن نیمه هوشیار خود بشکنیم و صفحه‌های زیبا و تازه بسازیم. با صدایی رسا و محکم و با اعتقادی راسخ این عبارت را تکرار کنید: اکنون به یمن کلامی که بر زبان می‌آورم هر صفحه غیر حقیقی را در ذهن نیمه هوشیارم می‌شکنم و نابود می‌کنم. آنها زایده خیالات بیهوده خودم هستند و در واقع وجود ندارند. اکنون به برکت خدایی که در دل من است صفحات عالی و کامل خود را می‌سازم. صفحات سلامت و ثروت و محبت و بیان کامل نفس. این است عرصه زندگی و غایت بازی. در فصل‌های آینده نشان خواهم داد که چگونه آدمی می‌تواند با عوض کردن کلامش وضع خود را دگرگون سازد. زیرا انسان بیخبر از نفوذ کلام همواره از زمان عقب است. مرگ و زندگی در قدرت زبان است. فصل 2. قانون توانگری. آنگاه قادر مطلق گنج تو و نقره خالص برای تو خواهد بود. یکی از بزرگترین پیام‌هایی که کتاب مقدس به تبار آدمیان داده این است که خدا روزی رسان آدمی است و انسان با کلامی که بر زبان می‌آورد می‌تواند هر آنچه را که حق الهی اوست به عینیت و تملک درآورد. هرچند باید به کلامی که بر زبان می‌آورد ایمان کامل داشته باشد. اشعیا نبی گفت: همچنان کلام من که از دهانم بیرون آید خواهد بود، نزد من بی ثمر باز نخواهد گشت. آنچه را که خواستم به جا خواهد آورد و برای آنچه آن را فرستادم کامران خواهد شد. اکنون می‌دانیم که واژه‌ها و اندیشه‌ها دارای امواجی بی نهایت نیرومندند که همواره به تن و چارچوب امور آدمی شکل می‌بخشند. زنی آشفته و پریشان نزدم آمد و گفت قرار است 15 ماه برای مبلغ $3000 تحت پیگرد قانونی قرار بگیرد. هیچ راهی نیز برای به دست آوردن این پول به نظرش نمی رسید و سخت ناامید بود. به او گفتم که خدا روزی رسان و خزانه غیبی اوست و برای هر تقاضایی عرضه‌ای هست. پس کلام لازم را بر زبان آوردم و خدا را شکر کردم که این زن در وقت مقرر و از راهی درست این $3000 را دریافت خواهد کرد. به او گفتم که باید ایمان کامل داشته باشد و ایمان کامل خود را در عمل نشان دهد. 15 ماه آمد اما هنوز از پول خبری نبود. زن در تماس تلفنی از من پرسید که چه باید بکند. گفتم امروز که شنبه است، پس امروز آنها نمیتوانند تو را مورد پیگرد قانونی قرار دهند. تنها وظیفه‌ات این است که چون یک ثروتمند عمل کنی و در پناه این رفتار ایمان کامل خود را به اینکه تا دوشنبه این پول را خواهی گرفت نشان بدهی. از من خواست با او نهار بخورم و شهامتش را حفظ کنم. در رستوران که به او پیوستم گفتم اکنون وقت صرفه‌جویی نیست. غذای گران سفارش بده و طوری رفتار کن که انگار پیشاپیش $3000 را گرفته اید. آنچه در عبادت می‌طلبید یقین بدانید که آن را یافته‌اید و به شما عطا خواهد شد. باید چنان رفتار کنید که گویی پیشاپیش آن را ستانده‌اید. صبح روز بعد دوباره به من تلفن کرد و از من خواست که تمام روز را با او بگذرانم. گفتم نه، تو در پناه خدایی و خدا هرگز دیر نمی‌کند. عصر همان روز هیجان زده تلفن کرد و گفت عزیزم معجزه‌ای رخ داد. امروز صبح در اتاقم نشسته بودم که زنگ در به صدا درآمد. به دخترک خدمتکار گفتم کسی را راه نده. دخترک از پنجره به بیرون نگاه کرد و گفت پسر عموی شماست، همان که ریش بلند سفید دارد. گفتم صدایش کن، میل دارم او را ببینم. داشت از سر کوچه می‌پیچید که صدای خدمتکار را شنید و برگشت. ساعتی صحبت کرد و درست همان موقع که برخواسته بود برود رو به من کرد و پرسید راستی وضع مالیت در چه حال است؟ به او گفتم که به $3000 احتیاج دارم. او هم گفت ناراحت نباش عزیزم، اول ماه $3000 به تو میدهم. اما من میل نداشتم به او بگویم که مورد پیگرد قانونی قرار خواهم گرفت. حالا هم نمیدانم چه باید بکنم، چون تا اول ماه که پولی دستم نمیآید، در حالی که فردا آن را لازم دارم. گفتم به شفا و شفاعت ادامه میدهم. آنگاه گفتم جان جانان،
هرگز دیر نمی کند. خدا را شکر که این زن در عرصه غیبی این پول را ستانده است و به موقع خود در عرصه عینی نیز آن را خواهد ستاند. صبح روز بعد پسرعمویش به او تلفن کرد و گفت امروز صبح به دفترم بیا و پول را بگیر. آن روز بعد از ظهر زن $3000 در حساب بانکیش پول داشت و با شتابی هماهنگ با هیجانش به نوشتن چک‌های لازم سرگرم بود. اگر کسی موفقیت بطلبد اما اوضاع را برای شکست آماده کند، دچار همان وضعی خواهد شد که برای آن تدارک دیده است. مثلا مردی نزدم آمد تا برایش شفاعت کنم که قرض خود را بپردازد، اما پی بردم که او تمام مدت نقشه می‌کشد که اگر نتواند قرض خود را بپردازد چه پاسخی بدهد و در نتیجه کلام مرا خنثی می‌کرد، حالان که او باید خود را در حال پرداخت قرض می‌دید. کتاب مقدس درباره این موضوع تصویری شگفت‌انگیز ارائه می‌دهد. حکایت 3 پادشاه که بدون ذره آب برای افراد و اسب‌هایشان در بیابان مانده بودند. با الیاس نبی مشورت کردند و او این پیام حیرت انگیز را به آنها داد. خداوند می‌فرماید آنگاه که اثری از باد و باران نمی‌بینید، این دره را از گودال‌ها پر کنید. درست هنگامی که انسان کوچکترین نشانه‌ای از آنچه طلبیده است نمی‌بیند، باید برای آن تدارک ببیند. مثلا همان سالی که نیویورک گرفتار کمبود شدید مسکن بود، زنی باید خانه‌ای پیدا می‌کرد. البته همه آن را امری محال می‌دانستند. دوستانش با تأسف به او می‌گفتند واقعاً چه حیف که مجبوری اساسیت را در یک انبار بگذاری و در هتل زندگی کنی. اما او پاسخ می‌داد لازم نیست به حال من دلسوزی کنید، من ابرمردم و خانه دلخواهم را پیدا خواهم کرد. و مدام این عبارت را تکرار می‌کرد که جان لایتناهی، راه را برای آن خانه‌ای که برایم می‌خواهی بگشا. او یقین داشت که برای هر تقاضا عرضه‌ای هست و چون در عرصه معنویت کار می‌کرد، شرط و شروطی نمی‌گذاشت و می‌دانست آن کس که با خداست در موضع قدرت ایستاده است. به فکر افتاده بود که چند پتوی نو بخرد، اما همین که شیطان توی جلدش رفت و دچار وحشت شد، یا همین که ذهن استدلالی ندا در داد پتوها را نخر، شاید نتوانی خانه گیر بیاوری و این پتوها روی دستت بماند، فوری به خود تشر زد که من با خریدن این پتوها گودالهایم را حفظ می‌کنم و به این طریق برای خانه خود تدارک دید. پس او چنان عمل می‌کرد که گویی پیشاپیش صاحب خانه است. به گونه‌ای معجزه آسا نیز خانه پیدا کرد. با وجود 200 متقاضی دیگر آپارتمان به او داده شد. پتوها که نمایانگر ایمان فعال بودند کار خود را کردند. نیازی نیست بگوییم گودال‌هایی که آن 3 پادشاه در بیابان کندند نیز از آب لبریز شدند. امور را با چاشنی معنویت به نوسان درآوردن برای شخص عادی آسان نیست. اندیشه‌های منفی آکنده از تردیدها و ترس‌ها از ذهن نیمه هوشیار سر بر می‌کشند. اینها لشکر بیگانگان هستند که باید تار و مار شوند. اکنون در میابیم که چرا معمولاً پیش از سحر اینقدر تاریک است. اغلب پیش از موفقیتی بزرگ اندیشه‌های عذاب دهنده می‌آیند. هرگاه جمله‌ای سرشار از حقیقت معنوی والایی را تکرار می‌کنیم، معتقدات قدیمی ذهن نیمه هوشیار را به مبارزه می‌طلبیم. از این رو خطا عیان می‌گردد تا به دور افکنده شود. در این هنگام است که باید پیاپی عبارات تأکیدی سرشار از حقیقت را تکرار کنیم و شاد و شاکر باشیم که پیشاپیش خواسته خود را ستانده ایم. پیش از آن که بخوانند پاسخ خواهم داد. پس هر موهبت عالی و دلخواهی پیشاپیش در انتظار انسان است. بادا که آدمی آن را باز شناسد. انسان تنها آن چیزی را میتواند به دست آورد که خود را در حال ستاندن آن ببیند. به قوم یهود گفته بودند تمامی زمینی را که میبینید میتوانند دارا باشند. این حقیقت درباره همه افراد صادق است. هر انسانی صاحب آن سرزمینی است که با چشم رویا و دیده خیال می‌بیند. هر کار و هر توفیق بزرگ با چشم بر نداشتن از آن تصویر به وقوع می‌پیوندد و معمولاً درست پیش از کامیابی عظیم دلسردی و شکست ظاهری از راه می‌رسد. هرچه
هرچند انسان آگاه از قانون معنویت از ظاهر امور آزرده نمی شود و زمانی که همچنان در اسارت است شادی می کند. یعنی از رویای خود چشم بر نمی دارد و شکر به جای می آورد که به مراد خود رسیده است و حاجت خود را پیشاپیش ستانده است. امیدوارم که از این قسمت هایی که تونستم از این کتاب برای شما بخونم لذت برده باشید و کتاب رو تهیه کنید و کیف کنید از خوندنش. از اینکه با من همراه بودید سپاسگزارم. تا وایس بعدی، خدا نگهدارتون.